رجب علی ایبرانی. گوید اکا جان گوید. خوبه برادر. رحمت اکا جان خوش آمده. زنده باشین برادر. همه نغزه همه خوبه. شکر اکا جان خوش آمده. چی خدمت کنم اکا جان؟ برادر عزیز ما امروز یک شخصیتی بزرگ زادروز داره، مادر زادروز داره. یک مبلی نغز صفت خوب انتخاب کردن در کار. شما نسبت به ما خوبتر و بهتر میفهمید. البته را اکا جان. شما میتوانید چینید یا میتوانید یک تماشا کنید. نگاه شما مهم است. یکی یگانتش در نظر شما قابل قبول می شود میتوانیم آن را ما با شما فروشیم. خب آره خوب اکا جان. آقای فاروق لابا اکا جان. یک لحظه گوش کن آقای فاروق. با وجود آنه که شما کارگر خوبی من هستید، شما را من همچون برادر خود حرمت احترام میکنم. کارا چقدر در کارخانه؟ رحمت همه مشتریان ما روزی هستند. صفت محصولات ما خوب است. یگان کس شکایت ندارد. یگان مشکلی نیست. نیست. آقای فاروق گوش میکنم. بعد یک چیز دیگر را با اینوبت بگیرید. کوشش کنید که چی چیزی که به مشتریان لازم است، خاص دل آنها است، اون رو پیشکش نمایید. البته را رئیس. چیزی شما گفتگی هستید قابل قبول است. ما نیز حرکت میکنیم که مشتریان از ما راضی باشند. چیزی شما گویید. سلامت باشین برای کار. لایب جان برای بیبیش یگان توفه گرفتی؟ من یک هفته پیش برای بیبیم توفه گرفتم. شیرگی داشت خنداش شبزانه بهترین ها؟ اکا جان. سلام علیکم تماشابینان عزیز. بخشش زیاد یک چند ثانیه وقت شما را میگیرم. یک برادر ما اسدالله به بودنه پروری مشغول است که بعد از 10 روز 1700 دانه بودنه برای فروش آماده میشه. دوستان عزیز وزنش از 220 گرم تا 280 گرم، نرخش باشد از 15 سومانی تا 18 سومانی. نگفته نماند دوستان عزیز که گوشتی بودنه نسبت به گوشتی مرغ خیلی هم بولذتر و خوش‌طعم‌تر است. دوستان برای زکس کردن شما میتونید که در رقم‌های زیر همه ویدیو 901 07 08 00 زنگ زنید. اینامی رجب علی ایبرانی مراجعت کنین. با برادرای ما برای شما یگان چی ارزان میکنن، سکیکا میکنن. لبای ما انتخاب کردیم. یک بار میدیدید؟ حاضر سه زنک رفتیم. گوشت ما نسبت ما خوبتر بهتر میفهمیم. زنکو بازار تو بارد 10,000 سومون خرید میکنیم. مرحمت اکا جان. مرحمت. ای برادر عزیز نیکی رحمت انتخابی بهترین کرده. تشکر اکا جان. از حساب اونه که سن سالی مادر با فکرم بالا رفتگی است، همین سویت درست میآید. از او رحمت برای انتخابتون. فکر میکنم که در هر زادروز مادرتون توفه ها را خودتون انتخاب میکنین ها برادر. برادر جون من سراغای خانه در دفتر کاریتون ثبت کردم. میتونین که بعد از 1 ساعت بعد از 2 ساعت مقصد مبله روان کنید. البته اکا خوش آمدید. برای کار خوش آمدید اکا. امروز یک شخصیتی بزرگ زادروز داره، مادر زادروز داره. فکر میکنم که در هر زادروز مادرتون توفه ها را خودتون انتخاب میکنین ها برادر. کجای مادر؟ کاش میبودی جانم را برایت میدادم. خوش به حالت برادر، خوش به حالت که برای مادرم جهان میکنی. هر وقتی که به خانه میآیم صدایت به گوشم میآید، ولی افسوس دیگر نیستی. میبودی خاکی قدم هایت رو بالای دیدم میمالیدم. تو چه بزرگی مادر. تو نفری هستی که چیزی دادهت رو دیگر طلب نمیکنی. رجب علی ایبرانی.